سلام و خیلی خوش اومدی به جلسه 4 دوره عکاسی مقدماتی. من مازیار هستم و تو این کانال از عکاسی، ادیت عکس و تولید محتوا باهات صحبت میکنم و این دوره عکاسی مقدماتی کاملا رایگان داره برگزار میشه. خیلی منو خوشحال میکنی اگر ویدیوهای این دوره تا اینجا برات مفید بوده اون رو با دوستانت به اشتراک بذاری و حتما نظراتت رو توی کامنت ها برام بنویسی که خیلی به من کمک میکنه تا محتواهای بهتری بتونم برات تولید بکنم. اما توی این درس میخوایم در مورد دیافراگم صحبت کنیم، یکی از جذابترین ویژگی‌های دوربین‌های عکاسی که شما میتونید خیلی باهاش کارهای خلاقانه انجام بدید. بریم ببینیم مثلا کلا دیافراگم چیه. دیافراگم تحت عنوان اپرچر شناخته میشه. اگر شما میخواید سرچ بکنید در موردش، مقاله بخونید، مطلب بخونید، عکس ببینید، باید اون رو با اپرچر سرچ بکنید، نه دیافراگم. اما دیافراگم یا اپرچر همون روزنه هست که داخل لنز بود و نور ازش عبور میکرد. خیلی کار کرده شای مردمک چشمه، خیلی زیاد. با باز شدنش باعث میشه که نور بیشتری ازش عبور بکنه و با بسته شدنش باعث میشه که نور کمتری ازش عبور بکنه و وارد دوربین بشه. دیافراگم کاملا مربوط به لنزه و هیچ ارتباطی با بدن دوربین نداره. اگر که شما لنزتون رو عوض بکنید، حد اکثر باز شدگی دیافراگمش با یک لنز دیگه متفاوت خواهد بود. لنزها معمولا حد اکثر باز شدگی دیافراگم خاص خودشون رو دارن و ممکنه یک لنزی با لنز دیگه متفاوت باشه و به اون اندازه باز نشه. به این تصویر نگاه کنید. این تیغه ها که باز و بسته میشن بهشون میگن تیغه های دیافراگم یا اپرچر بلیدز. به کل این دم و دستگاه هم میگن اپرچر. مقدار گشودگی این روزنه یک عدده که همونطور که میبینید اون پایین داره تغییر میکنه. حالا این عدد مبناش چیه، بر چه اساسی تعیین میشه رو جلوتر بهش میرسیم. فعلا کاری با عددش نداریم. شکل و تعداد این تیغه ها یا اپرچر بلید ها توی لنز های مختلف ممکنه متفاوت باشه. یه لنزی اپرچر بلیدز هاش 9 تا باشه، یکی 7 تا باشه، یکی 5 تا باشه، شکلش متفاوت باشه، اما مکانیزم و کارکرد همشون کاملا یکیه و یکسانه. اگه بخوام یه مروری بکنم از جلسه قبل، هر چقدر که دیافراگم کمتر باز بشه یا بسته تر باشه، نور کمتری ازش عبور میکنه و مدت زمان بیشتری لازم داریم ما تا نور کافی رو دریافت بکنیم و عکس رو ثبت بکنیم. مثل این میمونه که فرض بکنید مثلا شما میخواید از یک جایی وارد بشید، درش خرابه، درش تا نیمه باز میشه، بیشتر از اون باز نمیشه. خب شما مسلماً اگر که 5 نفر بخواید وارد بشید از اونجا، مدت زمان بیشتری طول میکشه وارد شید دیگه. باید یکی یکی به زور از اون دره رد بشید. ولی اگه یه جا باشه که درش بزرگ باشه، کامل باز بشه تا انتها، شما میتونید 2 نفر 3 نفر با هم دیگه همزمان وارد اونجا بشید و مدت زمان کمتری رو در واقع از شما خواهد گرفت. همین اتفاق هم توی دیافراگم میفته. وقتی که بازتر باشه، نور بیشتری وارد میشه و شما تو مدت زمان کمتری میتونید عکس رو بگیرید، یعنی سرعت شاتر سریعتری رو خواهید داشت. اما بریم سراغ کاربردهای دیافراگم. کاربردهاش چیه؟ کلا به چه دردی میخوره؟ اولین کارش اینه که خب مشخص نوردهی عکس ما رو تنظیم میکنه. مشخص میکنه که نور عکس ما کم باشه یا زیاد باشه. هرچی بازتر باشه نور بیشتری وارد میشه، عکس ما روشن‌تر. هرچی بسته‌تر باشه نور کمتری وارد خواهد شد. کاربرد دومش که شاید جذابترین کاربرد دیافراگم باشه، بهش میگن عمق میدان یا depth of field. برای اینکه مفهوم عمق میدان رو یاد بگیریم، یه تمرین میخوام باهاتون انجام بدم. یه چشتون رو بگیرید و یه انگشتتون رو اینجا نگه دارید و به انگشتتون نگاه کنید. همونطور که میبینید وقتی که شما تمرکز میکنید روی انگشتتون، پشت در واقع انگشت شما همه چیز تار میشه. حالا اگر که شما تمرکز بکنید روی چیزی که اون پشت وجود داره، حالا انگشت شماست که تار میشه. حالا بیاید این مثال رو یه کار دیگه انجام بدیم روش. همون جوری که انگشتتون رو نگه داشتید، یه چشتون رو ببندید. حالا دیگه چون دستتون نیست نمیتونید که بگیرید. یه چشتون رو ببندید. انگشت دوم رو هم توی یک فاصله مشخصی ازش قرار بدید. فوکوس کنید روی انگشت جلوتر و یواش یواش انگشت دوم رو نزدیک بکنید. میبینید که یواش یواش شروع میکنه به واضح شدن. یواش یواش انگشت دوم که تار بود چون عقب‌تر بود شروع میکنه به واضح تر شدن، تا اینکه وقتی میرسن کنار هم هر دو واضحن و دوباره وقتی که میاد جلو، دوباره اینی که داره تکون میخوره تار میشه و شما دوباره همین رو واضح میبینید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که چشم ما در آن واحد میتونه روی یک فاصله متمرکز باشه. یعنی مثلا چشم ما میتونه تو فاصله مثلا 30 سانتی متری متمرکز باشه. هرچی پشت اون باشه تار خواهد بود و هرچی جلوتر از اون هم باشه تار خواهد بود و من نمیتونم واضح ببینم. دوربین هم دقیقاً همین شکلی عمل میکنه. وقتی که دوربین ما روی یک منطقه فوکوس کرده، روی یک جای فوکوس کرده، الان مثلا فرض بکنید دوربین روی من فوکوس کرده،
از فاصله قبلتر تا فاصله بعدتر داخل فوکوس هنوز. یعنی مثلا الان من دستمو اینجا بگیرم هنوز تقریبا داخل فوکوسه، هنوز از فوکوس خارج نشده، تا اینکه خیلی بیام جلو یهویی از فوکوس خارج میشه. یا مثلا الان اون تصویری که داره اون پشت پخش میشه احتمالاً از فوکوس یه مقداری خارجه. به این فاصله که هنوز همه چی داخل فوکوس است میگن عمق میدان. فاصله‌ای که هنوز سوژه ها در فوکوس یا شارپنس قابل قبولی هستن، هنوز واضح قابل تشخیصن. حالا دیافراگم اینجا چه کاری انجام میده؟ هر چقدر که این روزنه دیافراگم ما بازتر باشه عمق میدان ما کمتره، یعنی از فاصله نزدیکتری شروع میشه تار شدن اتفاق میفته. و هر چی که دیافراگم ما بسته تر باشه، اون روزنه کوچیکتر باشه، عمق میدان ما بیشتره، یعنی فضای بیشتری شارپ و واضح و داخل فوکوس هست. حتما عکسایی مثل این رو دیدی که پشت سوژه کاملا تار و در هم ریخته شده. اصطلاحاً بهش میگن بوکه اتفاق افتاده. اون فضای تار پشت رو بهش میگن بوکه. این تصاویر با عمق میدان کم یا دیافراگم باز گرفته شده. توی اون گیف رو دوباره خاطرتون بیارید، تصویری که دیافراگم داخلش بازترین حالت ممکن هست تقریبا میتونه همچین عکسایی رو به ما بده. به تدریج هر چی که روزنه دیافراگم ما بسته میشه عمق میدان ما هم افزایش پیدا میکنه و فضای بیشتری داخل فوکوس هست. مثل این تصاویری که دارید میبینید. توی این تصاویر عمق میدان خیلی زیاده و از جلو تا انتهای تصویر همه چیز داخل فوکوس قرار داره، همه چیز شارپه و ما میتونیم اون رو تشخیص بدیم. این تصویر شماتیک رو ببینید. توی هر دو عکس فوکوس روی اون آدمی که اونجا ایستاده انجام شده. توی عکس اول عمق میدان ما کمتره، اما توی عکس دوم می‌بینیم که عمق میدان ما بیشتر شده. فضایی در جلو و فضایی در پشت هم داخل فوکوس قرار گرفتن و عمق میدان بیشتری رو داریم. ما به دو علت ممکنه که بخوایم پس زمینه عکسمون رو تار بکنیم و از عمق میدان کم استفاده بکنیم. دلیل اول اینه که قشنگه، زیباست، جلوه قشنگی به تصویرمون میده و به خاطر همین ما از عمق میدان کم ممکنه بخوایم استفاده بکنیم. دلیل دوم اینه که ممکنه سوژه‌ای که ما داریم ازش عکاسی می‌کنیم توی یک محیطی قرار گرفته که اگر عمق میدان ما زیاد باشه سوژه ما توی پس زمینه خودش گم میشه و مخاطب توجهش به سوژه ما جلب نمیشه. به خاطر همین ما میایم پس زمینه رو تار میکنیم برای اینکه توجه مخاطب رو جلب بکنیم به سوژه خودمون. مثلا توی عکاسی پورتره عمق میدان کم خیلی کاربردیه، چون سوژه اصلی ما اون پورتره است و هر چیزی که اطرافش باشه، پشتش باشه، حواس مخاطب رو پرت خواهد کرد. به خاطر همین در واقع عمق میدان رو کم میکنیم، پس زمینه رو تار میکنیم. یه نکته رو همینجا بهتون بگم، البته توی درس مربوط به فوکوس کاملا بهش میپردازم، ولی اینجا چون در مورد فوکوس صحبت کردم میخوام این رو بهتون بگم که فوکوس دوربین صفحه‌ای اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید یک فاصله مثلا 2 متری و الان تقریبا دوربین من تو فاصله 2 متری فوکوس کرده. خب هر چیزی که توی این صفحه 2 متری باشه، اگر یک صفحه شیشه‌ای ما اینجا قرار بدیم تو فاصله 2 متری دوربین، هر چیزی که توی این صفحه شیشه‌ای 2 متری باشه داخل فوکوسه، چون فاصله‌اش تا دوربین 2 متره. چشم ما بر اساس نقطه فوکوس میکنه، چون من همزمان با چشمم باید یک نقطه رو ببینم حتی اگر تو 2 متری من باشه. الان دوربین تو 2 متری منه، ولی اگر یه چیزی کنار دوربین باشه من باید چشمم از دوربین بردارم و اونو نگاه کنم تا بتونم روش فوکوس بکنم. اما توی دوربین فوکوس صفحه‌ای اتفاق میفته، همه چیز توی این دیوار شیشه‌ای 2 متری داخل فوکوس هست. حالا ما اگر بعداً خواستیم اون عکس رو ببینیم، دوباره سوژه‌ای که اینجا هست رو باید روش نگاه بکنیم تا روش فوکوس بکنیم، یا سوژه‌ای که مثلا اینجا هست هم فاصله‌اش همون 2 متره ها، ولی ما باید بهش نگاه بکنیم چون چشم ما به صورت نقطه‌ای فوکوس رو انجام میده. اما دیافراگم رو چجوری نشون میدن؟ با نوشتن یک حرف F، یک اسلش و بعدش یک عدد. اون عدده بیانگر مقدار گشودگی دیافراگم است. هرچی اون عدده بزرگتر باشه گشودگی کوچیک‌تره یا دیافراگم بسته تره. اینو حواستون باشه چون خیلی اشتباه میکنن. هرچی عدده بزرگتر اون گشودگی بسته تر یا کمتر، هرچی عدده کوچیک‌تر روزنه دیافراگم بزرگتر و گشودگی بیشتر. چرا اینجوریه؟ جلوتر یه مقداری برسیم بهتون میگم. فعلا دوباره روی همین گیف تا اینجا بدونید که اگر مثلا گفتم F22 یا دیافراگم 22 یعنی یک دیافراگم خیلی بسته یا روزنه خیلی کوچیکه، اگر گفتم F28 یا دیافراگم 28 یعنی یک روزنه خیلی باز. به این مقیاس میگن مقیاس F استاپ یا F استاپ اسکیل که اعداد دیافراگم رو داریم پشت سر هم میبینیم. این اعدادی که دارید میبینید اصطلاحاً بهش میگن پله‌های کامل دیافراگم یا گام‌های کامل دیافراگم.
یا فول استاپ ها یا استاپ های کامل. اینا اصطلاحاتی هستش که بهش میگن. اما استاپ چیه؟ توی این ویدیو که خیلی وقت پیش توی کانال گذاشتم میتونی مفهوم استاپ رو کاملا یاد بگیری. اینجا به صورت خلاصه بهت میگم هر استاپ یعنی 2 برابر شدن نور یا نصف شدن نور. کلا از هر استاپ به استاپ بعدی بریم، اگر دیافراگم ما بسته تر شده باشه یعنی نور ما نصف شده، و اگر به سمت باز شدن دیافراگم بریم هر یک استاپ یعنی 2 برابر شدن نور. یک استاپ همیشه یک استاپ، یعنی یک مقیاس در واقع سنجش نسبت به حالت قبلی که بوده. 2 برابر نسبت به حالت قبلی، نصف نسبت به حالت قبلی. ممکنه شما یه جایی باشید نورتون 2 برابر بشه، خیلی اتفاق خاصی نیفته چون نور تو محیط اصلا خیلی کمتر بوده. یا یه جایی باشید که اگر یک استاپ تغییر بکنه خیلی تغییر وحشتناکی باشه چون در واقع نور توی اون محیط خیلی زیاد بوده و وقتی 2 برابر بشه یه تغییر خیلی محسوس رو شما می‌بینید. پس یک استاپ چیزی نیستش که ما بگیم یه چیز ثابته، یه مفهوم ثابته. استاپ یک مقیاسیه برای سنجش نور نسبت به حالت قبلی خودش. اما این عدد اف چجوری به دست میاد؟ این عدد اف حاصل کسره که حاصل فاصله کانونی تقسیم بر قطر گشودگی لنزه. اون مقدار گشودگی بود، یه قطری داره دیگه، اون قطره رو میذارن تو مخرج کسر، فاصله کانونی لنز رو میذارن توی صورت کسر، یه عددی به دست میاد که بهش میگن عدد f. حالا میفهمیم چرا برعکسه، چرا هرچی روزنه کوچیک‌تر میشه عدد بزرگتر میشه، چون اون عدد قطر روزنه‌ای که گشوده هست در مخرج کسره و هرچی که مخرج کسر کوچیک‌تر بشه نتیجه کسر بزرگتر میشه و برعکس. دوباره این اف استاپ اسکیل رو ببینید. وقتی که شما توی دوربینتون شروع میکنید تغییر دادن دیافراگم میبینید که بین این اعداد دیگه‌ای هم هست. یعنی مثلا بین F28 تا F56 دو تا عدد دیافراگم دیگه هست که F32 و F4.5 هستن، یا بین F56 تا F8 که یک فول استاپ هست F های 6 و 3 و 7 و 1 هم وجود دارن. اینا چی هن؟ اینها رو بهش میگن 1/3 استاپ ها یا 1/3 گام ها، برای اینکه ما ممکنه یه جایی نخوایم نورمون رو یهو 2 برابر کنیم یا یهو نصف کنیم. این اعداد وجود دارن برای اینکه ما بتونیم پله های کوچیکتری از تغییر نور رو داخل عکسمون داشته باشیم. اینکه چه عدد دیافراگم رو برای کجا استفاده بکنیم خیلی بستگی داره به موضوع عکاسی ما، خیلی بستگی داره به فضایی که داریم اونجا عکاسی می‌کنیم و یه وقتایی بستگی به نور محیط ما هم داره، برای اینکه شاید مجبور باشیم دیافراگممون رو باز بکنیم تا نور کم رو جبران بکنیم. پس نمیشه حکم کلی داد. اما اگر بخوایم به صورت کلی یه چیزی به گفته باشیم، برای عکاسی پورتره معمولاً دیافراگم‌های باز استفاده میشه. برای عکاسی معماری و طبیعت، عکس‌های منظره معمولاً دیافراگم‌های بسته استفاده میشه چون عمق میدان زیادی رو نیاز داریم. برای عکس‌های ورزشی معمولاً دیافراگم‌های باز استفاده میشه. معمولاً برای عکاسی‌های در شب دیافراگم باز استفاده میشه چون نور تو محیط کمه و ما نیاز به نور زیاد داریم، مگر اینکه بخوایم عکسایی بگیریم که لانگ اکسپوژر هستن، روی سپایه هستن، حالتهای خاصی هستن و اونجا ما دیافراگم‌های مربوط به اون صحنه رو باید براش تنظیم بکنیم. هر سوالی در مورد دیافراگم داری، هر کجای ویدیو رو متوجه نشدی برام کامنت بذار، حتما بهت جواب میدم. اگر سوالهای بیشتر داشتی، اگر دوست داشتی نمونه عکساتو بفرستی من بررسی بکنم، میتونی به پیج اینستاگرامم دایرکت بدی، اونجا باهات حتما در ارتباط هستم و منتظر درس بعدی باش که میخوایم در مورد سرعت شاتر با هم دیگه صحبت بکنیم. مجددا ازت میخوام که اگر ویدیوها برات مفیده با دوستات به اشتراک بذاری و درس ها رو حتما دنبال بکنی و تمریناتش رو انجام بدی. خیلی زود تو درس بعدی میبینمت. فعلا